اینجا زادگاه محمد صابر فیضوف یکی از 4 گمانبری حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هالی مسکو است. اتفاقا صبح امروز مادر او را مقامات دعوت و بازپرسی کردند. ما آمدیم از زبان همسایگان، پیوندان و آموزگاران او پرسیم که آیا این جوان به چنین یک اتهامی که او را گمانبر میکنند قادر است یا نه. تعطیل از خمان کلاس یک کار میگفته میدهید نماده پسر چیکار کنم گفته یک کار ما میغلطید و بیام اگه پکازی نقطیما میرفت میگیری با بیاد خونه اون میمان با چیزا من رفت بگم با خیرخش نکده میرم. این حرفها درباره محمد صابر فیضوف یکی از جوانترین گمانبر در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هالی مسکو است. او زاده دهه محمد شاه پایان نوحه رودکی است و در قیاس به دیگر گمانبران این حادثه عائله‌شان در شرایط بهتری به سر میبرند. و گفته نزدیکان و معلمانش وی در عائله زیایی به دنیا آمده است و در مکتب نیز بچه با آداب بود و باباهای خوب میخواند. الله خونم نگویم خیلی آمیخته بوده 3 4 5 یکی کره جمعیتی و بیاد فعال بود. مثلا یک شنبهگی میشد، یک جمع مردم میشد، جشن‌های نوروزی میشد، بیاد بچه فعال بود این کار با. برادر و مادر محمد صابر نخواستند با ما صحبت کنند. تنها برادرش در صحبت بدون کامera گفت از این موضوع باخبرند و باور ندارند که برادر خردیش چنین کاری کرده باشد. همسایگانش نیز همیشه از این عائله حرف خوب میگویند. فروشنده مغازه دهه‌شان که محمد صابر از آن گاه محصولات لازمه میخرید گفت محمد صابر در عائله خوب تربیت یافته است و خلق و آداب نمونوی داشت. مسجد جامع دهه نیز تقریبا 100 متر پایین‌تر از خانه فیضوف ها جایگیر است. با گفته سید رحمان حبیبوف امام این مسجد پدر و برادران محمد صابر را گاه در مسجد وا می‌خورد اما خود او تقریبا به مسجد نمی آمد. یا برادرش اکش در نزد مسجد ما روزهای جمعه انا تسبیح و بدوخی و خیلی چیزا میفروخت عطریات. اما بعضن وقت اومده به همون اکش یاردم میداده میجا همونا را برای فروختنده. با گمان دست داشتن در حمله تروریستی در تالار کراکوس سیتی هالی مسکو 11 نفر را دستگیر کردند که 10 نفر آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. شماری از آدمان دست داشتن تاجیکستانیان را در این حادثه زیر شبهه میبرند. مذهب جمعه امام علی سیدزاد ازیا پلیس.